تو ماشین رادیو گوش میدادم میگفت ایران مقام دوم فارغ التحصیلی مهندسی جهانو داره. عجب، یعنی روزت مبارک دانشجو، خوب درساتو بخون که بیرون فرصتای شغلی عالی منتظرتن، له له میزنن میگن تو رو خدا تو تمومش کن بیا. دانشجویی که ترم اول کت تک موها اتو کشیده غذا سلف دانشگاه رو نمیخوره، همش هم تو کتابخونه است. همین آدم ترم آخر جلو در نمازخونه دانشگاه دمپایی لو انگشتیاشو در میاره، به عنوان بالش میذاره زیر سرش، با بیجامه مثل مار چنبره میزنه میخوابه. اون ور پردم دخترها دارن به خروبوبش میخندن، شبم تو خوابگاه خوابش نمیبره، دور هم میشینن. میگه تو تک دل منو بریدی کریم، به خدا مسلمون نیستی کریم. سر و تهش هم میذاری توی سفره‌خونه از 1,16 نفر میکشن، به نفر آخرم نمیرسه آب قلیون رو سر میکشه. مدام هم پول دستی از هم قرض میگیرن و پس میدن. یه زمانی یادمه تو همین دانشگاه ها با جزوه گرفتن شروع میشد و با ازدواج واقعا ختم میشد. الان چه جوریاست نمیدونم. راستی تو این پیج کیا دانشجو؟ شما دانشجویی؟